این تصاویر ثبت شده کامراهای امنیتی تلویزیون شمشاد از جریان حمله بر آن است. این محافظ امنیتی تلویزیون شمشاد در لحظات نخست یکی از دو مهاجم را از بین میبرد. انتحاریسی نکو. ما گفتم خیر رفیق خودم هست کمام شهید شده. یک مهاجم در ساختمان باقی مانده و در برابر نیروهای امنیتی افغان می جنگد. نیروهای امنیتی افغان در یک ساعت مهاجم دومی را از پا در می آورند. این حمله یک کشته و نزدیک به 25 زخمی بر جا گذاشت. د منګه د شمشاد تلویزیون امنیتی مسؤلینو ډیر په میړانه سره د هغوی هغه کم هدف چې و کم پلان چې و د هغې سره مقابله وکړله تر څو موږ وکولی سو چې د منګه د شمشاد تلویزیون سټاف همکاران په مسؤونه توګه سره د شمشاد له انګړ څخه وباسو. طالبان مسلح پیش از این کارمندان تلویزیون طلوع را هدف قرار داده بود، اما مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفته است. بر اساس آمار کمیته مسئولیت خبرنگاران در یک سال گذشته حداقل 10 خبرنگار در افغانستان کشته شدند، اما خبرنگاران تلویزیون شمشاد میگویند که همچون حملات نمیتواند جلوی فعالیت‌های ژورنالیستیکی آنان را بگیرد.